در توسعه شهری در زمان ناصرالدین شاه، خیابانی به نام لختی‌ها در مجاورت باغ و خیابان لاله‌زار به وجود آمد. علت نامگذاری این بود که دزدان در همه ساعت شبانه روز اموال مردم را غارت می‌کردند. بعضی‌ها میگن به خاطر مجاورت با خیابان لاله‌زار و نوگرایی در پوشش و لباس و مد و پاتوق فرهنگ رفته‌ها بوده این نامو گرفته. میدان مخبرالدوله در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی ساخته شد. تقاطع خیابان جمهوری و سعدی به نام علی قلی مخبرالدوله، صدر اعظم دوره رضاشاه پهلوی. جعفر شهری در کتابی به نام تهران قدیم میگه تأسیس کمپانی سینگر در خیابان لختی‌ها باعث حرکت و تشویق برای دیگران شد. از دیگر ساختمان‌هایی که باعث رونق شد، ساختمان خودرو داج آمریکایی بود که با ورود این شرکت و ساخت ساختمان‌های خصوصی، این خیابان نام تاریخی لختی‌ها را از دست داد و به نام سعدی شاعر بلندآوازه شیراز معروف شد که امروزه به نام خیابان سعدی شمالی و جنوبی بورس صنعتی الکتروموتور، پمپ، ژنراتور، کمپرسور، گیربکس، موتور برق و دستگاه تصفیه آب معروف هست.